به نام خدا. ما میخوایم از برنامه اپسرای یک بازی و یا یک برنامه ای را دانلود بکنیم. اینترنت ما فعال است. بعد از داخل برنامه اپسرای میشیم. خب برنامه اپسرای باز شد. خواهی بخش برنامه است. فرضاً میخوایم یک بازی را از اپسرای دانلود کنم. به طور مثال اینجا یک بازی است برای فرانتلاین کاماندو. ما میره خوشم میاد. سرچ کلیک میکنم تا بازی این باز شد. خب فعلا در این قسمت شما هیدر برنامه رو میبینین، لوگویشه و این قسمت نامش است فرانتلاین کاماندو WW2. در قسمت زیرش گلو یا GLU نام کمپانی سازندهش است. 8943 مگابایت یا MB سایز بازی است. قیمتش هم رایگان است، یعنی که شما بدون پرداخت پول میشه دانلود بکنین. و اینجا هم گزینه دانلود است که من بالاش کلیک میکنم. خب بعد از زدن گزینه دانلود شما در این قسمت در نوتیفیکیشن بار هم میبینین که دانلود در حال جریان است. خب شما قسمت های زیر ما بخوایم تشریح کنیم براتون. نسخش 110 است. از طرف راست اگه این دایره رو بخوایم تشریح کنیم 12/4/2016 آخرین تاریخی است که بازی در اپسرای اپدیت شده و میشه بگیم که امروز روز اپدیت آمده بوده که در اپسرای اضافه شده. 4.59 یعنی ستاره هایی است که شما کاربرای ما بیته و اونجا اوسطش گرفته میشه. فرضاً ما اینجا میخوایم 5 ستاره با بازی بتم. خب ستاره ندادم و در اینجا خب بالاخره اوسط ستاره ها در اینجا نشان داده میشه. بخشم اکشن است که در دایره دیگه میبینیم و داخلم 8215 دفعه بازی از اپسرای دانلود شده. خب در این قسمت هم شما عکس های داخل بازی را میشه ببینید و از اینجا میشه ببینید که داخل بازی پیش از نصب چه قسمی است. خب در این قسمت هم توضیحات بازی است که شما اگر توضیحات بخونین بیشتر با بازی آشنا میشین. خب بعد از اینکه دانلود اینجا جریان داشته باشه در این قسمت پایین شما میبینید که دانلود ها داره که ما کلیک دانلود ها را میزنیم و مستقیما اون مقدار بازی برنامه هایی که ما در حال دانلود کرده باشیم یا که در دانلود مانده باشیم کلشون در این قسمت نشان داده میشه. به طور مثال همین بازی که فعلا هست در اینجا دانلودش جریان داره. اگر ما توقف بزنیم خب فعلا بازی با مو سایزی که با اون مقداری که دانلود شده در حافظه خود هست اینجا وقت ادامه رو بزنیم از اون مقدار دوباره دانلود ادامه شروع میشه و اگر انصراف کنیم خب به صورت کلی میشه انصراف کرد. خب این بود دانلود بازی و برنامه کردش فرقی نمیکنه.